این دقیقاً چیزیه که خود من سال 2013 فکر می‌کردم. لعنتی، من خیلی دیر وارد شدم. کاش من هم مثل بقیه افراد زودتر از اینها شروع می‌کردم. ولی من همون جمله رو بازگو می‌کنم که همون موقع شنیدم. ما هنوز در ابتدای مسیر هستیم. ابتدایی ترین نقطه از آغاز یک مسیر. چانگپنگ ژائو، مدیر عامل صرافی بایننس. سلام. توی این ویدیو قصد داریم پروتکل چین لینک رو با همدیگه بررسی کنیم. این ویدیو یک ویدیوی 2 قسمتیه و توی قسمت دوم قراره که ارز دیجیتال چین لینک رو به طور اختصاصی مورد بررسی قرار بدیم. ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و در صورت امکان کامنت بذارید. پیش نیاز این ویدیو آشنایی کامل با شبکه بلاکچین اتریوم و اسمارت کانترکتس ها و قراردادهای هوشمنده. پس بهتون پیشنهاد میکنم اگر ویدیوی دوم من یعنی معرفی شبکه بلاکچین اتریوم رو ندیدید، ابتدا اون ویدیو رو مشاهده بکنید و بعد سراغ این ویدیو بیایید. و اما چین لینک چیه و دقیقاً چه کاربردی داره؟ برای شناخت چین لینک لازمه که اوراکل ها رو بشناسید. اوراکل ها دقیقاً چیان؟ نگاه کنید، شبکه‌های بلاکچین یه مشکل اساسی دارن و اونم اینه که نمیتونن با فضای بیرون خودشون ارتباط برقرار کنن. شبکه‌های بلاکچینی مثل بیت کوین، اتریوم، تزوس و کلا شبکه‌های بلاکچین مختلف نمیتونن اطلاعاتی از فضاهایی مثل وب بگیرن. ما یه فضای بلاکچین داریم که داده های توش بهشون میگیم داده های آنچین و یه فضای وب داریم که داده ها روی بلاکچین ثبت نمیشن و ما بهشون داده های آفچین میگیم. ما نیازه اگر بخوایم گسترش برنامه‌های غیر متمرکز رو داشته باشیم نیاز داریم که بتونیم از داده های وب توی برنامه‌های غیر متمرکز خودمون و به نوعی توی شبکه‌های بلاکچین مختلف ازشون استفاده کنیم. به نوعی میشه گفت اوراکل ها یک پل ارتباطی بین فضای وب و شبکه‌های بلاکچین هستند و به نوعی میشه گفت داده های آنچین و آفچین رو به همدیگه متصل میکنن. ما میتونیم اوراکل ها رو به نوعی اینترنت شبکه‌های بلاکچین بدونیم. بذارید یه مثال براتون بزنم. برای مثال اوبر یا اسنپ وقتی که برنامه رو طراحی میکنن نیازی ندارن که بیان نقشه های شهرها و محله ها رو خودشون از ماهواره ها بگیرن یا خودشون اون نقشه ها رو به وجود بیارن. کاری که انجام میدن اینه که میان روی برنامه خودشون تمرکز میکنن و برای نقشه ها از API گوگل مپ استفاده میکنن. به نوعی از داده های آماده گوگل استفاده میکنن و این باعث میشه که ساخت برنامه خیلی سریعتر باشه و برنامه نویسا بتونن روی خود برنامه تمرکز بکنن، نه اینکه بیان داده های ماهواره‌ای و یا نقشه ها روش تمرکزشون رو بذارن. خب دقیقاً ما اگر بخوایم در آینده برنامه‌های غیر متمرکز داشته باشیم، به نوعی اوبرهای غیر متمرکز داشته باشیم، نیازه که بتونیم از داده‌های وب استفاده بکنیم. نیازه که بتونیم از API هایی مثل گوگل مپ و یا جاهای مختلف استفاده بکنیم. برای مثال شما یه برنامه هواشناسی میزنید و نیازی نیست ماهواره داشته باشید. میتونید خیلی راحت از داده های مثل یاهو ودر استفاده بکنید و از اطلاعات هواشناسی اونا توی برنامه‌تون استفاده بکنید. پس ما به اوراکل ها نیاز داریم و اما یه مشکل اساسی اوراکل ها برای ما ایجاد میکنن و اونم اینه که اوراکل ها باعث متمرکز شدن میشن. نگاه کنید، همینطوری که اینجا مشاهده میکنید اوراکل میاد داده های وب رو برای شبکه‌های بلاکچین ترجمه میکنه. حالا اگر این اوراکل داده ها رو از جاهای اشتباهی بگیره و یا اینکه خطای انسانی رخ بده و یا اینکه به فرض مثال اوراکل دیر اطلاعات رو برای شبکه‌های بلاکچین ارسال بکنه، عملاً ما اینجا به مشکل برمیخوریم و نمیتونیم از داده ها استفاده درستی بکنیم. و اما این مشکل رو چین لینک برطرف کرد. اما چین لینک چیه؟
بذارید به وبسایت رسمی چین لینک برم. همینطوری که توی وبسایت رسمی چین لینک مشاهده میکنید نوشته شده که قراردادهای هوشمندتون رو به دنیای خارج متصل بکنید. به نوعی میتونیم اون دنیای خارج رو وب در نظر بگیریم. و اما در پایین‌تر گفته شده که شبکه اوراکل غیر متمرکز چین لینک ورودی و خروجی های قابل اعتماد ضد دستکاری رو برای قراردادهای هوشمند پیچیده در هر بلاکچین فراهم میکنه. همینطوری که مشاهده میکنید اوراکل غیر متمرکز، در واقع چین لینک چجوری یک اوراکل غیر متمرکز رو به وجود میاره. بذارید این موضوع رو در قالب یک مثال براتون توضیح بدم. صرافی که مشاهده میکنید صرافی سینتتیک اکسچنج هست که به نوعی میشه گفت یک دکسه و صرافی غیر متمرکزه. توی این صرافی اختیار داراییاتون در دست خودتونه و تمام معاملاتی که توی این صرافی انجام میشه به صورت غیر متمرکزه و شما به وسیله ولت شخصی خودتون که اختیار داراییاتون به طور کامل دست خودتونه میتونید توی این وبسایت خرید و فروش انجام بدید. همینطوری که میبینید ولت من متصل شد به صرافی و اینجا به طور مستقیم با ولت شخصی خودم معامله رو انجام میدم و لازم نیست که مثل صرافی عادی پول رو به حساب صرافی واریز بکنم که امکان هک شدنش هست، امکانش هست که صرافی پولم رو از من بگیره. ولی اینجا به وسیله قراردادهای هوشمند به طور مستقیم از طریق ولت شخصی خودم معامله رو انجام میدم. کاری که توی این صرافی انجام میشه اینه که زمانی که من پول توی حسابم داشته باشم و کانفرم ترید رو بزنم یک قرارداد هوشمند بسته میشه. به فرض مثال من اتریوم دارم و میخوام بفروشم و میخوام دلار دریافت کنم. از طرف دیگه یک فردی دلار داره و میخواد اتریوم بخره. این قرارداد هوشمند میاد ما دوتا رو به همدیگه متصل میکنه و به عنوان یک واسطه میاد اتریوم رو از من میگیره و دلار رو از اون طرف مقابل قرارداد میگیره و میاد اینها رو جاشون رو با همدیگه تغییر میده و دلار رو به من میده و اتریوم رو به طرف مقابل. در اینجا ما به قراردادهای هوشمند داریم اعتماد میکنیم و قراردادهای هوشمند نقش واسطه رو بر ما ایفا میکنن و از اونجایی که این قرارداد هوشمند روی شبکه بلاکچین اتریوم سوار شده هیچ کس نمیتونه اون رو تغییر بده، حتی مدیران همین صرافی. اما این عدد 612.51 دلار از کجا اومده؟ نگاه کنید، ما گفتیم ما توی اسمارت کانترکتس ها توی قراردادهای هوشمند نمیتونیم از داده های وب استفاده بکنیم که بخوایم این قیمت رو از وب دریافت بکنیم و این عدد هم مدام در حال تغییره. کاری که انجام میده این صرافی اینه که از یک اوراکل غیر متمرکزی مثل چین لینک استفاده میکنه. چین لینک چی کار میکنه؟ میاد قیمت رو از جاهای مختلف، از اوراکل های متفاوت، همینطوری که اینجا مشاهده میکنیم ما 20 تا اوراکل اینجا شاهدش هستیم که این 20 تا اوراکل هر کدوم میان قیمت های متفاوتی رو میگن. مثلا 612.247 611.41. این چین لینک میاد اوراکل هایی که قیمت های خیلی پرتی رو دادن کنار میذاره و بین اوراکل هایی که به نظر قیمت منطقی میاد یه جورایی میانگین میگیره و یک عدد رو به ما نشون میده که این عدد توی اسمارت کانترکتس با همون ریت و با همون قیمت قرارداد هوشمند نوشته میشه. اینجا همینطوری که مشاهده میکنید 611.77 و توی صرافی هم 611.77 نوشته شده که دقیقاً با همین قیمت قرارداد هوشمند نوشته میشه. و نکته‌ای که وجود داره اینه که ما اینجا از یک اوراکل متمرکز نمیم اطلاعات رو دریافت کنیم. اوراکل متمرکز اوراکلیه که میاد فقط از یک منبع استفاده میکنه، ولی چین لینک اوراکل غیر متمرکزه و از اوراکل های متفاوتی توی اینجا از 20 اوراکل برای گرفتن این قیمت استفاده کرده و به نوعی قیمت های پرت رو کنار گذاشته.
اینجا ما نمیتونیم داده های غلط رو به این اوراکل بدیم، به خاطر اینکه اوراکل میاد اونو با جاهای مختلف مقایسه میکنه و در صورت اینکه قیمت پرت باشه و یا اشتباه باشه اون قیمت رو کنار میذاره و یک جریمه هم برای این موضوع در نظر گرفته شده که توی ویدئوی دوم بحث جریمه ها رو به طور کامل براتون توضیح میدیم. پس به نوعی میتونیم بگیم چین لینک کاری که میکنه اینه که میاد از اوراکل های متفاوت داده هایی رو دریافت میکنه. حالا این داده ها میتونن مربوط به هر چیزی باشن، میتونه مربوط به API باشه، داده های ماهواره‌ای باشه، دمای هوا باشه و هر چیز دیگه‌ای، و میان اونها رو توی یه قراردادهای هوشمند برای ما قرار میدن و از اونجایی که از اوراکل های متفاوتی استفاده میکنن و هر کدوم از اون اوراکل ها داده ها رو از جاهای متفاوتی گرفتن، ما اینجا شاهد عدم تمرکزیم و به نوعی داده ها اشتباهی توشون به وجود نمیاد. و اگر یک اوراکلی داده ها رو دیر برای اسمارت کانترکتس ارسال بکنه، اوراکل های دیگه ای هستن که جایگزین بشن و اطلاعات رو ارسال بکنن. پس به نوعی میشه گفت که یه جورایی چین لینک یک اوراکل غیر متمرکزه و به نوعی یک پل ارتباطی بین فضای آف چین و دیتاهای آف چین و دیتاهای آن چین به وجود میاره و به نوعی داده های آف چین رو در شبکه بلاک چین ترجمه میکنه. اما بذارید یک مقدار تخصصی تر بحث رو ادامه بدیم و بریم یه سری به وایت پیپر چین لینک بزنیم. همینطور که توی وایت پیپر مشاهده میکنیم ما ابتدا یک درخواست داریم، یک درخواستی که از طرف اسمارت کانترکتس و قرارداد هوشمند داده میشه. برای مثال توی همین صرافی سینتتیک اکسچنج که بعداً خیلی بحثشون میکنیم و یه ویدیو جداگانه در موردش ضبط خواهیم کرد، اینجا ما توی اسمارت کانترکت قیمت رو میخوایم بدونیم چقدره که با اون قیمت معامله رو انجام بدیم. برای همین اسمارت کانترکت میاد قیمت رو درخواست میکنه و این قیمت میره توی بخشی به نام اوراکل کانترکت و این اوراکل کانترکت کاری که انجام میده اینه که میاد از مجموعی از نودای اوراکل و به نوعی اوراکل های متفاوت اطلاعات رو دریافت میکنه و میاد اون اطلاعات رو در اسمارت کانترکتس قرار میده برای ما. به نوعی میشه گفت اوراکل های متفاوتی هم که اینجا مشاهده میکنیم هر کدوم دیتا هاشون رو از جاهای مختلفی گرفتن. مثلا این نود میتونه اطلاعاتش رو از صرافی مثل بایننس یا سایت کوین مارکت کپ گرفته باشه و همچنین میتونه بین اینا اشتراکاتی هم بین دیتا ها وجود داشته باشه. پس اینجا ما با یه فضا کاملا غیر متمرکز طرف هستیم و امکان اینکه اطلاعات اشتباه به کانترکتس ما داده بشه عملا امکانش وجود نداره. پس به نوعی میشه گفت که صرافی سینتتیکس اسمارت کانترکتسی که به وجود میاره قیمت رو درخواست میکنه. چین لینک میاد از اوراکل های متفاوت قیمت های متفاوتی رو دریافت میکنه و هر کدوم از این اوراکل ها هم دیتا هاشون رو اطلاعاتشون رو از سایت مختلفی مثل بایننس یا کوین مارکت کپ یا کوین گگو میگیرن. اما اجازه بدید یه بررسی هم داشته باشیم که در حال حاضر چین لینک با چه شرکت هایی و چه کمپانیایی داره کار میکنه. توی اکوسیستم چین لینک نامهای بزرگی دیده میشه، از همکاری با شرکت سویفت گرفته تا IC3، گوگل، اوراکل، اینتل، بیسلاین پروتکل، اینترورک الاینس. مثلا توی اینترورک الاینس چین لینک با شرکت‌های بزرگی مثل IBM همکاری داشته. شرکت‌های مثل مایکروسافت، شرکت‌های خیلی بزرگی رو توی اینترورک الاینس میتونید همکاریشون رو مشاهده بکنید. یا توی IC3 هم همینطور همکاری با بانکی مثل جی پی مورگان. و از طرف دیگه توی بیسلاین پروتکل ما شاید همکاری گسترده بیسلاین پروتکل با کوکاکولا هستیم که این نشون میده این شرکت‌های بزرگی هستند، شرکت‌های کوچیکی نیستن. و از طرفی چین لینک همکاری گسترده‌ای رو هم با گوگل داشت
که مقالش رو میتونید مشاهده بکنید و لینکش رو براتون توی دیسکریپشن قرار میدم اگر دوست داشتید مطالعه بکنید. از طرف دیگه توی حوزه کریپتو چینلینک همکاری‌های بسیار گسترده‌ای داره و لیست همکاریاش رو میتونید مشاهده بکنید. پروژه هایی که در حال حاضر چینلینک داره باشون کار میکنه، مشاهده میکنید چقدر زیادن این همکاری‌ها. عملا میشه گفت 95% پروژه‌های حوزه دیفای با چینلینک همکاری دارن و اون 5% هم آرزو دارن با چینلینک بتونن همکاری داشته باشن. یه جوری یه لیست بلند بالا که تمومی نداره. و جدیداً هم ما شاهد همکاری چینلینک با سینتتیک بودیم که براتون پروتکلش رو تا حدی گفتیم. سینتتیکس یه چیز حدود 818 میلیون دلار سرمایه توش ذخیره شده. اکثر پروژه‌های حوزه دیفای رو که نگاه میکنید میتونید مشاهده بکنید که همکاری‌های وسیع رو با چینلینک داشتن، مثل اوه که در حال حاضر 1.4 میلیارد دلار سرمایه توش قرار داده شده و ذخیره شده. اگر به پیج توییتری چینلینک مراجعه بکنید مشاهده میکنید که مدام در حال همکاری با شرکت ها و جاهای مختلفن، از پید نتورک گرفته تا مثلا همکاری با ولیو که یک پروتکل همکاری با ماتیک. ببینید دقیقاً یه پروژه توی کریپتو نیاز به همکاری گسترده داره. اینی که مدام توی پیج توییتر توی جای مختلف اعلام همکاری با جای مختلف رو بکنه و این باعث بالا رفتن قیمت میشه. توی گیت هاب هم فعالیت خیلی بالایی داره چینلینک و یه تیم کاملا فعاله. دلیل همکاری بالای چینلینک هم اینه که عملا همه پروژه به چینلینک نیاز دارن. پروژه‌های مختلف اگر نخوان از چینلینک استفاده بکنن باید هزینه بالایی رو بکنن و اوراکل های خودشون رو طراحی بکنن، ولی اگر بخوان از چینلینک استفاده بکنن به راحتی با چند خط کدنویسی میتونن از چینلینک استفاده بکنن و هزینه خیلی پایینی هم پرداخت بکنن و این باعث اهمیت چینلینک میشه. و اما در مورد تیم چینلینک باید گفت که چینلینک تشکیل شده از بهترین های دنیا واقعا و همچنین با مؤسسات تحقیقاتی کار میکنن و یه تیم کاملا حرفه‌ایه. شخصیتی که اینجا مشاهده میکنید سرگئی نازاروف هست، کوفاندر و بنیانگذار چینلینک، که نکته‌ای که جالبه اینه که خیلی از سرگئی نازاروف رو همون ساتوشی ناکاموتو میدونن و دلیل جالبی هم براش بیان شده که لینک یکی از اون مقالات رو براتون توی دیسکریپشن همین ویدیو میذارم و اگرم نگاه بکنید سرگئی نازاروف SN ساتوشی ناکاموتو SN. نکته جالبی بود که گفتم شاید علاقه من باشید براتون بگم. خیلی وارد جزئیات تیم نمیخوام بشم به خاطر اینکه عملا تیم چینلینک خودش رو ثابت کرده. ما بیشتر برای پروژه‌ای که کوچیکن تیم رو به صورت خیلی کامل بررسی میکنیم. و اما بدونید که چینلینک فقط برای شبکه بلاکچین اتریوم نیست. در حال حاضر چینلینک داره با پوکودات کار میکنه و عملا قراره برای تمام شبکه‌های بلاکچین خدمات خودش رو ارائه بده. و اما در ویدئوی بعدی با توکن اختصاصی چینلینک آشنا میشیم، سطح قیمتی آینده اون رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم و همچنین با کاربردهای اون توی چینلینک آشنا میشیم. پس ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب چنل یادتون نره و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.